سلام، من آرش هستم. دنیای بیزینس به سرعت در حال تغییر از سیستم سنتی به سمت بیزینس های آنلاینه. توی این کانال من قصد دارم شما رو با بیزینس های آنلاینی آشنا کنم که نیاز به هیچ گونه سرمایه و تجربه ای نداره. پس در کانال ما سابسکرایب کنید و با ما همراه باشید تا فردایی بهتر رو بسازیم. دوستان عزیزم سلام، آرش هستم از کانال بیزینوست. امروز میخوایم در مورد اتریوم صحبت کنیم و طریقه کسب درآمد از اتریوم و ترید کردنش و همینطور اصلا ارزش داره نگهداری اتریوم و ترید کردنش و کار کردن با این رمز ارز یا خیر. اطلاعات کلی در رابطه با اتریوم بهتون خواهم داد و در عین حال بهتون آموزش خواهم داد که چطوری میتونید ترید رو انجام بدید توی بازار بایننس روی ارز اتریوم. نکته دیگه این که برای اون دسته از دوستانی که جدیداً توی کانال بیزینوست اومدن، ما توی کانال بیزینوست ویدیوهایی رو میذاریم و آموزش‌هایی رو میذاریم در رابطه با بیزینس هایی که نیاز به هیچ گونه سرمایه و تجربه ای ندارن و شما میتونید با تماشای این آموزش‌ها شروع کنید به کسب درآمد. بلافاصله بریم سر اصل مطلب که ویدیو آموزشی اون باشه. حتما سابسکرایب کنید، ما رو دنبال کنید تا بتونید از این اطلاعات در آینده هم استفاده بکنید. با ما همراه باشید. اتریوم چیست؟ دومین ارز دیجیتال مطرح در دنیا در حال حاضر اتریوم می باشد. این ارز دیجیتال اولین بار در سال 2013 توسط ویتالیک باترین طراحی شد و در سال 2015 به طور رسمی ثبت و شروع به کار کرد. ارزش اتریوم در ابتدا تقریبا $1 بود و امروز در مارچ 2021 با ارزش $1522 مبادله می گردد. پیش بینی می شود ارزش اتریوم تا انتهای 2021 به $5000 و تا انتهای 2022 از مرز $10,000 نیز بگذرد. پشتوانه مالی اتریوم معادل $175 میلیارد می باشد. در ضمن امکان استخراج اتریوم نیز وجود دارد که هر دستگاه ماینر برای استخراج یک اتریوم ماهیانه هزینه معادل $100,000 برای شخص خواهد داشت. خب اما دوستان عزیزم، همونجوری که ما توی ویدیوهای قبلی هم بهتون آموزش دادیم که چجوری توی سایت بایننس و صرافی معتبر بایننس حساب ایجاد بکنید، من دیگه مجددا اون مسیر رو طی نمی‌کنم. اگر که آشنایی ندارید برید به ویدیوهای قبلی و لینکش رو هم پایین همین ویدیو میذارم، یاد بگیرید چجوری حساب ایجاد کنید توی صرافی بایننس. اما نکته دیگه ای که میخوام در موردش صحبت بکنم امروز اینه، من علاوه بر این که در رابطه با اتریوم باتون صحبت میکنم، چند تا کلید واژه‌ای که توی ترید کردن و مبادلات و بازار کلا استفاده میشه هم بهتون میگم که بتونید حالا این اطلاعات رو خورده خورده هم جمع کنید و به تجربیاتتون اضافه کنید. اما بلافاصله برای این که بخوایم ترید رو انجام بدیم باید بیایم چیکار کنیم؟ جفت ارز اتریوم به USDT رو که همون تتر باشه رو انتخاب کنیم. از کجا؟ همین بالای صفحه. اگه با لپتاپ کار میکنید میتونید این در اصل با نرم افزارش روی دسکتاپتون یا لپتاپتون دارید کار میکنید میتونید از این بالا توی نرم افزار پیداش بکنید. اگه توی گوشی هستید هم دقیقاً ساختار به همین صورته و خیلی راحت میتونید سرچش بکنید. کجا؟ توی صفحه ترید. اما روی این به اضافه کلیک میکنیم. من اینجا بیت کوین به USDT و BNB به USDT رو دارم. خب اما الان میخوام یه جفت ارز دیگر رو اضافه بکنم که اتریوم باشه. اتریوم مخففش ETH به USDT که همون تتر باشه. خب اینجا کلیک میکنیم و این صفحه اضافه میشه که در از صفحه جفت ارز اتریوم به تتر و این ضریبش هم که دیدید 10 زده بود 10 و 10x زده بود. حالا بریم برسیم بر سر ترید کردنش که آیا اصلا این به صرفه هست که ترید رو انجام بدیم روش یا نه. ببینید اینجوری بذارید براتون بگم، توی تقریبا 2 ماه گذشته بیش از $700 $800 افزایش قیمت داشته اتریوم. ماه گذشته ثبت رسمی داشته و به عنوان یکی از ارزهای خیلی قدرتمند و معتبر الان میشه روش حساب کرد. حتی پیش بینی که شده فکر کنم براتون توی اون تو قسمت توضیحاتم گفتم تا انتهای مثلا 2021 این ارزشش به $5,000 هم میرسه و همین رشته رو داره، چون در اصل کریپتوکارنسی و ارزهای دیجیتال میشن پول رسمی آینده.
و خیلی خیلی گسترده میشه. اما نکته‌ای که باید اینجا در نظر بگیرید، ببینید نوسانی که اینجاها به وجود اومده، خب شما میتونید اینا رو نظم اینا رو تغییر بدید. حالا مثلا هر کدوم از این کندل ها رو میاید با مثلا ضریب 4 ساعته حساب بکنید، یا 1 ساعته، یا 15 دقیقه‌ای، یا 1 روزه. من روی 1 روزه میذارم که یک تصویر کلی رو داشته باشیم. ببینید رشدی که اتریوم داشته از لحظه شروعش تا به امروز چطور بوده. از $1 رسیده به 1516 دلار. پس این کوین به شدت ارزش داره که روش کار کرد. شاید ضریب تغییرش به اندازه بیت کوین بالا نباشه، یعنی یه ذره مثلا سود کمتری بده توی ترید در مقایسه با بیت کوین و نوسانش کمتر باشه، اما همین که یه مقدار استیبل بودنش و ثبات داشتنش بیشتر از بیت کوین به نظر من میتونه نکته خوبی باشه که برای یه سری از افرادی که یه ذره شاید استرس داشته باشن توی مارکت. خب اما اینجوری بیاید استارت بزنیم که دقیقاً توضیحاتی که من سری قبلی دادم. مارکت 2 تا حالت داره. ببینید من چند تا اصطلاح رو میگم. اولین اتفاقی که توی مارکت باید باش آشنا بشید پامپ و دامپ هست. پامپ چیه؟ زمانی که یه دفعه میبینید یه سری افرادی که بهشون میگم ویل، یعنی نهنگ ها، سرمایه خیلی زیادی دارن و اینا میان یه دفعه یک حجمی زیادی از اتریوم رو یا یک ارز دیجیتال خاص رو تهیه میکنن و این باعث میشه که چه اتفاقی بیفته؟ یه دفعه تقاضا زیاد میشه و اونا عرضه رو کنترل میکنن، یعنی میان چیکار میکنن؟ کوین ها رو نگه میدارن و فروش رو کم میکنن و در نتیجهش چه اتفاقی میفته؟ وقتی تقاضا بالا میره ارزش اون کوین هم بالا میره، که نمونهشو مثلا اینجا دارید میبینید. یعنی اینجا از روی 700 و خورده دلار یه دفعه جامپ زده رسیده به چقدر؟ 1247 دلار و این روند رو ادامه دادن. اینجا دوباره رشد کرده تا حتی 2042 دلار رو هم هیت کرد توی 1-2 هفته گذشته. پس این اتفاقی که اینجا میفته رو ما فهمیدیم که بهش میگن چی؟ پامپ کردن. زمانی که یه دفعه یک میزانی مثلا کوین رو نگه میدارن، قیمت بالا میره، عرضه میکنن روی اون قیمت بالا، در این حال که اون کپیتالش هم داره افزایش پیدا میکنه. اما دامپ کردن چه حالتی داره؟ ببینید این قسمت رو میبینید یه دفعه افت شدید پیدا کرده، از روی 2000 دلار تقریبا رسیده به 1400 خورده دلار. اینو بهش میگن دامپ، یعنی اینکه انقدر تراکنش و میزان اتریومی که در دست عموم هست زیاده و عرضه انقدر زیاده به نسبت تقاضا که یه دفعه قیمت رو به شدت پایین میبره. این هم باز دقیقا دست همون ویل ها هست، یعنی اینا میان هر از گاهی با این بالا پایین کردن قیمت ها و بازار سود خوبی برای خودشون به دست میارن و کارش نمیشه کرد. اونی که چی میگم میزان کمی از سرمایه داره باید همیشه توی این اتفاقات محتاط باشه. نکته کلیدی خیلی توجه بکنید، این ارزهایی که میبینید اینجوری یه دفعه افت میکنن دوباره برگشت خواهند داشت. خوبی بازار کریپتوکارنسی اینه که این بازار نوسانش طوریه که شما رو پایین میبره اما کال نمیشید، یعنی حالت فارکس نداره، مگه اینکه مثلا یه دفعه رفته باشید توی حالا فاز دیگه ای از کار که الان نمیخوام در موردش صحبت بکنم. اما شما میتونید برای بازی زمانی بلند مدتتری اگه یه دفعه با یه اینطور اتفاقی روبرو شدید که مثلا روی رقمی گرفتید که رقم خیلی بالا بود، یه دفعه دامپ شد و شما رو اون قیمت گرفته بودید و ضرر زیادی کردید، اصلا نگران نباشید، صبور باشید تا این قیمت دوباره خودش به مرور زمان برگرده. اوکی؟ یا اینکه میتونید دیگه استاب لیمیت بذارید یا مثلا روی ضرر کمی کات کنید، ولی در دراز مدت همیشه برمیگردید روی همون حالت سود. خب من پامپ و دامپ رو بهتون گفتم. ترید کردنش که بسیار راحته، شما میاید مثلا نگاه میکنید الان قیمت روی 1517 تتر دارید، میاید توی این قسمت روی این گزینه بای کلیک میکنید، میزانیه که میخواید اتریوم بخرید رو حتما وارد میکنید، به اون میزانی که تتر دارید رو توی این باکس سوم وارد میکنید و خودش اتوماتیک مثلا تعیین میکنه. فرض مثال من اگه بزنم 1500 دلار، اینجا برای من میزنه معادلش اتریوم چقدر دارم تهیه میکنم. خیلی توجه بکنید به این قیمتی که اینجا هست
تلاش بکنید اول مارکت رو بسنجید، یعنی چه اتفاقاتی داره تو مارکت میفته. ببینید همیشه نوسان اینجوری با یه میبینید ریتم خیلی ملایمه، یه ذره میره بالا دوباره میاد پایین، میاد. الان روند سعودیه. خب این نوسان معمولا ممکنه مثلا تا 1650 تا 1700 هم بره، ولی بعدش دوباره یکم بازار رو کنترل میکنه و یه اینجور فضایی به وجود میاد. نکته‌ای که باید باز 2 تا کلمه کلیدی دیگه که توی ترید بسیار استفاده میشه، میگن حالت بازار 2 تا حالت داره. یکی یا اینکه خیلی بولیش شده، بولز، این گاوهای وحشی که دیدید توی مسابقه‌های اسپانیایی استفاده میشه. این حالتی که سعودی هست میگن که انگار این شاخ همین گاوه است و بهش میگن مثلا حالت بولیش شده، ولی توی حالتی که مثلا از این بالا دارید میبینید مثلا یه دفعه اومده پایین، این حالت بریش میگن بهش. یعنی چی؟ یعنی بر میشه خرس. خب این اصطلاح استفاده میشه برای زمانی که یه دفعه دیدید خرس مثلا اکثرا سرش پایین داره حرکت میکنه. خب یه اینطور حالتی رو به وجود آورده و این اصطلاحات براش به کار برده میشه. اما خب این حالتی که الان دارید ببینید دوباره برمیگرده و این نوسانه درش وجود داره. خب این هم 2 تا کلمه دیگه که باید بهتون میگفتم و در عین حال روند ترید کردن. به محض اینکه خریدتون رو انجام دادید میاید روی قسمت سل، قیمت رو خیلی حواستون باشه که اینجا تغییر بدید. مثلا اگه رو 1518 گرفتیدش، رقمی که میخواید پوزیشن رو باز کنید برای فروش بذارید رو تعیین کنید. مثلا میخواید بذاریدش 1535 فرض مثال. خب بعد اینجا میزان اتریومتون رو تعیین میکنید و حالا اگر که اتریومی باشه اینجا معادل دریافتیتون رو به تتر نشون میده و پوزیشن رو باز میکنید. پوزیشن میاد توی این قسمت هیستوریتون، در اوردر هیستوریتون ثبت میشه و به محض اینکه رقم اتریوم برسه به اون میزان، بلافاصله برای شما ترید انجام میشه و شما معادلش رو تتر دریافت خواهید کرد. این هم توضیحاتی که در رابطه با ترید کردن اتریوم بود. آیا ارزشش رو داره؟ بله ارزشش رو داره. اتریوم بسیار بسیار ارز دیجیتال قدرتمندیه، پشتوانه بسیار قوی داره و در عین حال روند صعودیش رو همیشه حفظ کرده. شما هم 2 حالت دارید که میتونید ترید بکنید، یا اینکه تریدهای کوتاه بکنید، یعنی کوتاه مدت کار بکنید، شورت ترم کار بکنید، مثلا در عرض 10 دقیقه، نیم ساعت اینجوریا بخواید ترید کنید، یا اینکه بخواید نگه دارید، مثلا میزانی و اتریوم بگیرید نگه دارید تا انتهای سال و هر زمان که احساس کردید رقمش خوب بالا رفته اون موقع بفروشید و بتونید ازش سود خوبی هم به دست بیارید. امیدوارم از این آموزش هم لذت برده باشید. حتما لایک کنید، کامنت بذارید و میتونید از طریق صفحه اینستاگرام من با من در ارتباط باشید اگر که سوال خاصی بود و خوشحال میشم که بتونم کمکی بکنم برای اینکه شما بتونید به موفقیت بیشتر تو این مسیر برسید. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم و دست خدا میسپارمتون. خدا نگهدار. برای تماشای ویدیوهای آموزشی بیشتر و درآمدزایی بالاتر توی چنل من سابسکرایب کنید و به دوستاتون هم بگید.